سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم آیدی تمام یوتیوبرهای خارجی ایرانی رو لو بدیم. بریم واسه آیدی اول. بچه‌ها آیدی دارم، میتونید ویدیو رو استاپ کنید، آیدی ها رو بزنید. بچه‌ها آیدی اول آیدی مستر هستش، مستر وانشات هستش که میبینید تو گیلد مستر شاپ هست، گیلد معروف مستر وانشات. حالا بچه‌ها من ستشو دان ندارم، ستش همونطور میبینید لباس ساکورا و کلاه هیپ هاپه. بچه اشتباهی دستم خورد. بچه رنکش هم زیاد جالب نیست و پروفایلش هم همچین طلایی نیست. اینم از ستش. خب بریم واسه نفر بعدی. نفر بعدی کسی نیست جو سالارهات که 68,000 تا لایک داره، چون من سته هیچ کدوم دانلود نکردم و پروفایلش هم 2 تا رو نگرفته، بقیهش طلاییه. خوبه. رنکش هم دایمنده بتلش. آیدی بعدی آیدی کی میتونه باشه؟ آیدی امیر قاتل هستش. آیدی امیر قاتل فکر کنم بیشترین لایک رو تا الان داشته، 140,000 تا لایک داشته. آیدی اینستاگرامش هم اونجا نوشته. چی میگن، پروفایلش هم طلاییه به جز یه دونه اون آخریه. رنکش هم خوبه، ستش هم یه دونه لباس فانتومه، بقیهش هم بود دیگه. بچه این آیدی فکر کنم آیدی سینلیتر اشتباه نوشتم، ببخشید. بریم واسه آیدی بعدی. بچه یوتیوبرهای عرب هم هستن، همونطور که میبینید. آیدی هاکای هستش، ویو آواتار بنر یوتیوبری هم داره همونطور که میبینید. بچه لایک های امیر قاتل از هاکای بیشتره، عجیبه. نفر بعدی فکر کنم شکاکیه. نه بچه BNL یه یوتیوبر ترکیه‌ایه. بچه BNL لایکاش زیاده، 200,000 تا لایک داره، وی داره. آیدی بعدی فکر کنم اینه که شکاکیه. بله بچه شکاکی آنلاین هم هست. لباس الیت 8 رو زده، 339,000 تا هم لایک داره. پروفایلش هم که طلاییه، همونطور که میبینید کلش طلاییه. لباس الیت 8 هم که هیچی. چه تباچه که بیشترشون این ریش سیویله رو میذارن، یه دقیقا بیشتر یوتیوبر ها اینو میذارن. آیدی بعدی هم آیدی دیجیکسو هستش بچه، همونطور که میبینید 130 که لایک داره. ستش همینه، چون من ستشونو دان ندارم. الیتش هم که اصلا خیلی ناجوره، هیچ کدومشو نگرفته تقریبا، حدودا تو همه 6 سیزن آخر رو نگرفته. رنکش هم که زیاد جالب نیست واقعا. خب بچه ها امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه، حتما از ما حمایت کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.